اساتید قالکا رو امروز حمله کردن به بردای موبایل و میخوان طلا استخراج کنن و پولدار بشن خرج سرطانشون کنن. در مرحله اول یک عالمه برد موبایل که نمیدونم از کجا گیر آوردن میارن اینجا، با استفاده از پهن گاو شروع میکنن به سوزوندنشون که اضافاتش تبدیل بشه به دی اکسید کربن در بیاد، باقی موندهشو میریزن اینجا به روش بالمیل پودرش میکنن. همونطور که دیدیم بالمیل یه روشه که این گویای فلزی گنده رو میریزن داخل یه چیزی که میچرخه، اون چیزای داخلشو میخورن به هم دیگه پودرش میکنن. مطمئن نمیدونم چرا این اینقدر گنده این گویا. بعد از اینکه پودرش کردن از داخل بالمیل در اومد، یه مرحله دیگه کار روش انجام میدن که نمایش نداد. بعد اینو ذوبش میکنن داخل یک آلیاژی از سرب و نقره اضافه میکنن که مثلا این طلا که سنگینه بره پایینتر، سبکاش بیاد روتر. اینو دقیق نمیدونم، شما که دقیق میدونین برام کامنت بذارید. تبلیغ ریزو ببینیم همین الان فالو کن، وگرنه احتمالاً دیگه پیدام نمیکنی. تو این شلوغی اکسپلور رو این دینگ دینگ پایین بالا میکنی دیگه پیدام نمیکنی. میریم مرحله بعد هیدرومتالورژی. اون چیزایی که از مراحل قبلی به دست اومد و داخل تیزاب سلطانی حل میکنن. تیزاب سلطانی تشکیل شده از اسید نیتریک و اسید کلوریدریک که بسیار سرطانزا و خطرناکه. بعد اینو بهش متا بیسولفید نمیدونم سدیم اینجور چیزا اضافه میکنن، این یه چوسه طلا رو در میارن، خرج سرطان میکنن. خداحافظ شما. اساتید قالکا رو امروز حمله کردن به بردای موبایل و میخوان طلا استخراج کنن و پولدار بشن خرج سرطانشون کنن. در مرحله اول یک عالمه برد موبایل که نمیدونم از کجا گیر آوردن میارن اینجا، با استفاده از پهن گاو شروع میکنن به سوزوندنشون که اضافاتش تبدیل بشه به دی اکسید کربن در بیاد، باقی موندهشو میریزن اینجا به روش بالمیل پودرش میکنن. همونطور که دیدیم بالمیل یه روشه که این گویای فلزی گنده رو میریزن داخل یه چیزی که میچرخه، اون چیزای داخلشو میخورن به هم دیگه پودرش میکنن. مطمئن نمیدونم چرا این اینقدر گنده این گویا. بعد از اینکه پودرش کردن از داخل بالمیل در اومد، یه مرحله دیگه کار روش انجام میدن که نمایش نداد. بعد اینو ذوبش میکنن داخل یک آلیاژی از سرب و نقره اضافه میکنن که مثلا این طلا که سنگینه بره پایینتر، سبکاش بیاد روتر. اینو دقیق نمیدونم، شما که دقیق میدونین برام کامنت بذارید. تبلیغ ریزو ببینیم همین الان فالو کن، وگرنه احتمالاً دیگه پیدام نمیکنی. تو این شلوغی اکسپلور رو این دینگ دینگ پایین بالا میکنی دیگه پیدام نمیکنی. میریم مرحله بعد هیدرومتالورژی. اون چیزایی که از مراحل قبلی به دست اومد و داخل تیزاب سلطانی حل میکنن. تیزاب سلطانی تشکیل شده از اسید نیتریک و اسید کلوریدریک که بسیار سرطانزا و خطرناکه. بعد اینو بهش متا بیسولفید نمیدونم سدیم اینجور چیزا اضافه میکنن، این یه چوسه طلا رو در میارن، خرج سرطان میکنن. خداحافظ شما.